سلام بچه‌ها، خسته نباشید. امروز من محمدی با همه یه موضوعی ما بحث کردیم، یه بحثی کردیم سر این که آقا یه پدر که خدا رو شکر وضعش خوبه آیا باید بچه‌شو پول بده بهش ساپورت کنه یا مثل ما باشه؟ خب الان من محمد به مشکل خورد. خب حالا میخوایم در این باره نظر شما رو هم بدیم. خب اول حرف ما رو گوش بدیم، بعد نظرتون برام کامنت کنیم دیگه. اینم اولین ویدیو ما از این سری ویدیو. اگه دوست داشتین بگیم براتون تا دلتون بخواد بزنیم. خب بحث ما سر چی بود؟ ما الان داشتیم کار میکردیم، یکی از مشتریامون اومده میگه که آره من برای بچه‌م میخوام ماشین بخرم، نمیدونم برم ماشین صفر بخرم یا ماشین دست دوم براش بخرم. من حقیقتش برگشتم گفتم برو برای بچه‌ت که الان مثلا 16 سالشه 17 سالشه تازه داره به قول یارو تو جامعه میخواد جا بیفته، برو یه ماشین دست دوم بخر، ماشین صفر براش نخر. ماشین دست دوم بخر که آقا روغن کم کنه، آب کم کنه، خراب باشه. برای چی؟ برای چی داره؟ نه که چون خودم مکانیکم به کرم بریزم بگم ماشین من برات درست کنم. برای اینه که بچه 16 17 ساله وقتی که اول صبح میاد بیرون میخواد تازه از خونه ننواش بیاد بیرون، تازه وارد این جامعه بشه، باید بابا هواشو داشته باشه، نه با پول، نه اینجوری بگیره ذلتش زنجیرش کنه. ولی خب براش این ماشین رو بخره که این بچه شروع کنه به یاد گرفتن. چجوری یاد بگیره؟ اول صبح پاشه روغن این ماشین رو چک کن، آب این ماشین رو چک کن، ماشینش خراب شه بیارتش اینجا مکانیکی یا ببرش جای دیگه، با مردم تو تعامل باشه، با مردم تو چیز باشه، تا این بچه میخواد به 18 برسه به 19 برسه چی شده باشه؟ به قول ما گرگ بارون دیده شده باشه. چون پول زیاد به نظر من بچه رو خراب میکنه، ولی محمدی نظرش یه چیز دیگه است. حالا شما نظر محمد هم بشنوید چی میگه. من نگاه کن، پدر اندازه کافی زحمتشو کشیده، سختیشو کشیده، پولشو در آورده، الان یه فرصت استفادهشه. حالا یا شما که هر کی که داره این ویدیو رو داره میبینه، آقا باید پولی که در آورده رو خرج بچهش کنه دیگه، واسه آینده بچهش داره کار میکنه، باید پولیشو بده به بچه. ما الان محسن خودت نگاه کن، داری از 7 سالگی داری کار میکنی، منم دارم از 7 سالگی دارم کار میکنم. ما سختی داریم میکشیم، تو زندگی هیچ لذتی نبردیم. حداقل آقا طرفی که دستش به دهنش میرسه، پدری که دستش به دهنش میرسه، حداقل به بچه یه 2 قرن 2000 کمک کنه. آقا دیگه بچه حداقل مثل اون سختی نکشه دیگه. بذار آقا تو سختی تو کشیدی اندازه کافی، حالا بذار بچه دیگه لذتشو ببره. آقا واسه چی مثلا نده یه ماشین استپ بگیره بندازه زیر پاش بره اشغال؟ نه آخه محمد میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که من نظرم چیه؟ من نظرم اینه که آقا براش خرج کنه، درست خرج کنه، به جا خرج کنه. نه. شما وقتی که شما مثلا میای یه بچه رو تو سن 16 سالگی 17 سالگی تازه اوج جوونیشه فلان، اینو براش یه دونه ماشین صفر می‌خری میدی زیر پای این بچه، این بچه دیگه فردا خدا رو بنده نیست. الان جامعه خودت ناکن، جامعه ما رو ناکن. بچه 16 17 ساله الان حرف ننواشو گوش میده. هر چقدر به نظر من شما این بچه بهای الکی داری میدی. خب بهای چیه؟ الکی داری میدی. من میگم برای این بچه هزینه کنه ولی جای درستش. 24 نره براش لباس بخره، 24 نه یه کاری کنه خوش بره سر کار، دستش تو جیب خودش باشه. داداش من خودم از بچگی سر کار، خود از بچگی سر کاری میدونی درسته. حالا اگه ننه بابای ما پول داشتن ما تفریحاتمون بهتر بود، وضع زندگیمون بهتر بود. ولی خب الان اینجا به چیز من رسید، به حرف من رسیدی. خب باید آقا یه جا هزینه بشه، یه سرمایه گذاری بشه تا اون بچه رشد کنه. تو حالا با بچه‌ای که با پول حروم بزرگ شده اونا رو کاری ندارم، من با اونا کاری اصلا هیچ مثلا حرفی ندارم، هیچ بحثی ندارم سر بچه. وقتی آقا تو راه پول حلالت در آوردی خرج بچت بکنی، همونم جوابشو میبینی. خب محمد ناکن تو الان مثلا داری اینجوری میگی، خب این بحث هست، من نمیگم، من ناکن تو حرف من درست متوجه نمیشه. من نمیگم نه که هزینه نکنه، جای درست هزینه کنه. خب
یه ماشین صفر برای یه بچه 16 ساله اشتباه محضه از نظر من اینجوری. تو داری میگی آقا یه ماشین سرطان بگیره هر روز خرجش کنه. حالا در اون دهن پدره رو فردا سرویس میکنه آقا بیا یه تصادم عوض کن، بیا آقا این بولورینگش خراب شد، بیا این آقا واشر ساسلند زد. آقا حداقل یه ماشین پدر اصلا بچه رو ولش کن، پدر خودش راحت میشه یه ماشین صفر بگیره، این همه دیگه خرجش نکنه. نه ولی به نظر من نه در اون حدم خراب نده سرویس. چرا بحث واقعیه میبری؟ چرا سفسطه میکنی؟ من دارم میگم یک ماشینی باشه نه که دیگه سرطان نه سرویس خوش نرسید برای من دارم میگم یه جوری باشه که این بچه با نشینه پشتش همینجوری استارت بزنه برو که رفتیم دیگه برو بیا فلان اینا. بعد باید بچه بیاد تو جامعه پیگیر شه. ناکن من یه حرفم با اون ننه بابایی که بچه‌هاشون سر کار نمیفرستن، به نظر من باید بچه بیاد سر کار، حتی اگه تحصیل میکنه، حتی اگه درس میخونه، حتی چیز میکنه، حتی اوقات فراغتشو نباید خالی بذارن. اگه کسایی که واقعا دوست ندارن بچه‌هاشون بره سر کلاس 100% براشون کلاس بذارن، برن کلاس چه میدونم باشگاهی بره، کلاس زبانی بره، چیزی بره، بچه رو برای آینده باید آماده کن، باید توی جامعه بچه رو ول کن. اینی که بخوای بچه رو تو خونه شما زندانی کنی خب که مثلا مثل مرغ پرورشی بار بیاد، این فردا روز تو این جامعه نمیتونه زندگی کنه، چه تو این جامعه چه تو اون جامعه کلا دارم. ولی محسن یه گیومه اینجا باید باز کنم بین این حرفا. پرانتز است گیومه است یا پرانتزه نمیدونم گیومه ما برسیم ما حالا چه خری کرد خب آقا. ولی انصافا اگه طرف پدرش ببینه بچهای یوتیوب هستش، جزو بچهای یوتیوب هستش، یوتیوب میاد میبینه، بده اون فرزند صالح. آره آره تبلیغات یوتیوب بچهای یوتیوب کلا همشون اوکیه، همشون بهترین بچه‌هان، بچهای خوب، همشون با ادب. خرج کن. پدرت اگه دیدی خودت بچه یوتیوبی بعد میبینی پدرت مثلا واسه خرج میکنه این ویدیو رو نشون بده، بگو محمد داره بهت میگه. محمد میگه آقا محمد میگه بچه یوتیوب بچه خوبی هست، ارزش خرج کردن داره. نه ولی بدور از شوخی برای تربیت بچه، حالا ما خودمون داریم میبینیم، ما نه سواد درست حسابی دارم حقیقت خودمون، نه سواد درست حسابی چیزی نداریم فلان، ولی خب تو جامعه بزرگ شدیم، تو این جامعه بزرگ شدیم. من تو خیابون به قول یارو بچه‌مون کف خیابون، بچهای کف خیابون بزرگ شدیم، ما دیدیم خب مسئلات این زندگی رو دیدیم. الان تو این شرایط موجود جامعه خیلی عجیب غریب شده. اینه که شما بخوای بچه‌تون محافظت کنی، بچه‌تون به قول یارو گفتن سختگیری بیش از حد میشه دیگه، نه اونقدر نباید بکنی. بچه رو باید بهش آزادی بدی، ولی چه آزادی که خودت نظارت داشته باشی. خیلی بچه تو فکر کنم توضیح اصلا نتونستم منظورم برسونم، ولی در هر صورت نکن منظور تو ما اینجا میفهمیم که داداش باید پدر وقتی دستش به دهنش میرسه به فرزندش هم تا اونجا که میتونه کمک کنه، نه تو راه بد، تو راه خوب، تحصیلات. آفرین. ماشین صفر ماشین صفر و ماشین کنه. خب این یه جور چی بهش میشه گفت، یه جور اصطلاحه. خب ما داریم اینو مثلا به قول یارو گفتنی داریم براتون میگیم که مسئله رو درک کنی. حالا ما منظور اون دقیقاً ماشین صفر نیست، کلا داریم توی زندگی میگیم. اینی که طرف برگرده، حالا اون وضعش خوبه دیگه، اون وضعش داره، اون وضعش نداره، حالا دیگه اون تمام زوریشو زده، تمام تلاش کرده. ولی اینی که شما برمیگردی برای بچت خونه‌شو آماده می‌کنی، ماشینشو آماده می‌کنی، شغلشو آماده می‌کنی، همه چیزشو آماده می‌کنی، بعد خودت از بچت انتظار داری که این فردا تو این جامعه به مشکل نخوره. و الان مشکل بچت نیست، این مشکل تویی، پدر عزیز، مادر عزیز، خواهر عزیزم اگه بودی که عزیزی دیگه. ولی هر کی این ویدیو رو می‌بینه آقا، ولی من بازم همچنان محسن تا یه جای با حرفت موافقم، تا یه جایش موافق نیستم. نظر شما چیه بچه‌ها؟ نظرتون برام 100% کامنت کنید که ببینید چی میگید. همه چی من بر حسب واقعیت دارم میبینم. ما الان اون زمانی که من یه دونه پلی استیشن 1 میخواستم، حقیقتش بابام واسم نخرید. آقا الان چی شد؟ عقده پلی استیشن مونده، الان خودم بدم میاد دیگه اصلا بخرمش، متنفر شدم. اینم داستانش به همینجا ختم میشه.
این هم حرفیه، این هم چیزیه، این هم من داخل نه حرف من همینه بخره خرج کنه، ولی به قول یارو گفتنی افراط نکنی دیگه. بچه رو لوس واقعا نیاری، فردا روز خود به غمش میمونی، خودت باید این بچه رو سر سامون بدی، زیاد لوسش نکنی بچه. آدم نصف باید موافقم، نصف باید موافق. حالا دیگه ما نتیجه گیری رو میذاریم پای خود تماشاچی‌ها دیگه. آره خودشون ببینید چی. عزیزین بچه‌ها این سری اول از ویدیومونه، ببخشید اگه چیز نداریم، دکوراسیون نداریم فعلا، دکوراسیون پرس 2 تونه. خب هر کی خواست در خدمتیم. شاد باشید، موفق باشید بچه. عزیز خدا.